به نظر شما شرط است که هر یک پدر و مادر نظارت کند در کدام سایت سامانه ها مثلا در آمدن فرزند خود را؟ البته شرط است برای اگر نظارت پدر و مادر میباشد باز بهتر میشد که مثلا میداند که پسرش چیکار میکند، چی کدام موضوع رو میخواند، کدام کار رو کرده است. مثلا بعضی اگر وقتی که یگان کاری خطا کرد یگان میگه که خیلی این کار ممکن نیست یا این خیلی یگان توصیه میده. بسیار سایدای نادرست است، بسیار فیلم های دهشت تماشا میکنن. به فکر من این به فرزندان ضرر می آورد. وقتی آنها را پیشگیری نکردند از درباره اینترنت واسطه برای بعد به گروه های افراطگرایی پیش رفته میگیرن، بعد به اون گروه ها شامل میشوند و بعد اونها از نظر بیرون میبرند، از نظر قانون همه طرفه. به نظر من اینترنت در آمدن کودکان خوب است، لیکن چیزهای در کاری که با آنها ضروریت دارد نشان دهند. بعضی چیزهای هست که در زمان حاضر ناموافق است. بنابراین همین هم حتما نظارت کردن کودکان در وقت اینترنت نگاه کردن ضروریت دارد. آزادی کودکان باید که محدود کرده نشد، باید آزاد باشد. اگر که همون آدمی که اینترنت رو استفاده می‌برد عقل و خرد خودش داشته باشد، خودش عقل و خرد و تربیت داشته باشد، همین رو نمی‌بیند و به همین خلسات ها نمی‌دوید.